سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین این ویدیو. من که گنگم و توی این ویدیو اومدی بریم سری وان بلاک استارت بزنیم. منوش ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و بریم سراغ ویدیو. لزبو اوکی. من یه مپ دیگه ساخته بودم، توش هیچ کاری نکردم، با مردم اون پایین اصلا نوشته لسته، ولی از من نیست. حالا استارت کنیم و در واقع این هاردکوره، یعنی بمیری مردی. کناره رو بلاک بذارین، چون من دیدم بعضی اوقات باگ میخوره میافتی پایین. من خیلی رو مخه دور تا دورش رو میکنیم. دور تا دورش پر میکنیم. بعد بلاک از هر طرف بذارم که پرتاب نشه. حالا بهتر. خب یه ادوانسمنت گرفتیم. لزبو چوب، ماس بلاک، چوب. خوب 5 تا چوب جمع کنم، یکی دیگه میکنم برم آیتم ها رو بسازم. یکم اینجا باید به شدت صفحه جویی کنه. وای گذاشتم کنار، کلن کار خودم ساخت کردم. اشکال نداره، دشواری نداریم. وای بزنم اینا بره. 150 تا باید بکنیم. نماش خیلی بدن صدا خوب، حرفه ای هم توی کار. واسه چرا شیدر نزدم؟ خیلی لگ خواهم شدم، اینجور لگم واسه چانکمونو کلن ویدیو ساتی. چانکمونو بکنیم 2، چون که اصلا اینجا چیزی نیست. اینم 2، این 5. حالا اپلای داد یکم لگمون کمتر شه. استر بزنیم لگ FPS همون 48. میریم داخل بخش شیدر آپشن ویدیو ستینگ. الان میگین چه تغییری کرد؟ احتمالا خودم ندونم اینو. اصلا اپلای شد. آره این شیدر پک خیلی سبکه، برای همین زیاد تغییراتی نمیده. بیشتر روی برگ و اینا مانور میده که تکون بخوره و اینجوره تو قیرتی بازی ها. چون من کارت گرافیکم به شدت از بسلا. اینو این بیا، این لیجند، این بهترین چیزیه که من تا به حال دیدم. خواهیم بیا پایین. تو رو خدا من ازت میترسم. بیا اگه بیفتی برو پایین. برو تو حاجی چه پشما، چه خوب آیتماش. که من سر شما رو میبندم که موقع کاری نشوید. اوی این چیزش تماشه فصل چی میگن یادم رفته. وای اف زدم، وای چی زدم، وای یادم رفت بعد چه دکمه میزدم. وای چرا زدم والا. اوضاع ما رو نگاه. خب تموم.
تو. مرسی که از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدین. دمتون گرم. لایک، کامنت و ساب فراموش نکنید. نوتیفیکیشن بزنید. منتظر پارت دوم باشید و آره ویدیو رو بیشتر از این طولانی نمی‌کنیم. چرا؟ چون که زیرا و تا ویدیو. فعلا پیس نیفتم.